این دوتا 17 سالشونه، ایشون 22 سالشه و این دو شخص همسن و 30 ساله هستن. تا حالا به عکسای قدیمی افراد دقت کردین؟ وقتی عکس جوانای دهه 60 70 میلادی رو میبینیم متوجه میشه که مردم چقدر پیرتر و بالغتر به نظر میرسیدن. این تصاویر نشون میده که سن فقط یک تعداد بیولوژیکی نیست، حداقل تو اون دهه‌ها. محققان طی تحقیقاتی که انجام دادن متوجه شدن که روند پیری انسان‌ها در دهه‌های اخیر کمتر شده که دلایل اصلی اون رو میتونن به تغذیه بهتر، مراقبت پزشکی و بهداشتی، تغییرات سبک زندگی، ترک سیگار و به طور خاص استفاده از کرم‌های ضد آفتاب میدونن. برای مثال ایشون آقای مکلیگت هستن که 28 سال راننده کامیون بودن و ببینید اون سمت از صورتش که هر روز آفتاب میزده چقدر پیرتر و چروکیده تر شده. همچنین مقایسه عملکردهای متابولیکی، قلبی، کبدی، کلیوی در طول زمان نشون میده که به طور میانگین امروزه 60 ساله ها خیلی جوانتر از 60 ساله های دهه های قبل هستن. از نظر سنی حدود 56 سالن که تازه میشه اینو کمترش هم کرد. البته تئوری‌های مختلف دیگه‌ای هم مطرح شده که یه سرشون به این باورن که نوشیدن آب زیاد باعث کند کردن روند پیری میشه. نظر شما چیه؟